صفحه چیه؟ کمر علی رو شکست. لشکر امیرالمومنین جنگ پیروز رو تو یه رو با آخر یه نیم ساعت آخر با 19 ماه این جنگ طول کشیده. علی برده. مالک میگه 10 ضربه شمشیر دیگه بزنم کار معاویه تمامه. نفاق کار خودش رو میکنه. همیشه خودیایی که به منافقین تمایل دارن و منافقینی که به دشمن تمایل دارن. این تجربه تلخ ما داشتیم. امیرالمومنین رو شکست دادن. لوس نشیم ما. خودی ها هممون رو تسلیم دشمن میکنن. لذا کلمه نفاق کجا میاد؟ فرمود من لم یغزا و لم یحدث به نفسه مات علی شعبة من نفاق. کسی که جنگ نکرده باشه تو زندگیش، جهاد نکرده باشه و آرزوی جهاد نداشته باشه، منافق. مهمترین علامتشون همینه که اینا هیچ وقت روحیه جهاد با دشمن رو چه نداره. همش سازش، کنار اومدن، امتیاز دادن، زدن تو سر خودی ها، تضعیف خودی ها، تقویت دشمن. اونا ما رو با اسلحه نامتعارف یعنی اسلحه اتمی دارن تهدید میکنن. اینا خیلی شفافه ها. یعنی هر کس که یه ذره فهم سیاسی اجتماعی داشته باشه دقیقاً میفهمه که پاس گلا رو کی داره به آمریکا، اسرائیل، اروپا و دشمنای ما میده. باجا رو کی داره میده. پیاما رو کی داره میفرسته. زمین سازی انواع تهاجم رو کی داره فراهم میکنه. لذا امام زمان قصهش اینه. ببینید چقدر دردناک. تو عز دولت کریمه به حل اسلام و اهله و تو ذل به حل نفاق و اهله. یعنی چی؟ یعنی تا خود ظهور و دولت کریمه این منافقین همیشه توی بطن شماها وجود دارن. اینه که امام زمان خانه نشین میشه 1190 سال آواره میشه مال نفاق. یه ذره به دلای خودمون هم نگاه کنیم، شاید ما هم یه چیزایی توش باشه دیگه. سلاح اصلی آمریکا در این منطقه، سلاح اصلیشون نفوذ است، نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر، ایجاد تفرقه است، ایجاد تزلزل در عزم ملی ملت هاست، دستکاری در محاسبات تصمیم گیران و وانمود کردن این که حلال مشکلات این است که زیر پرچم آمریکا برید و تسلیم آمریکا بشید و حرم آمریکا را قبول بکنید. اینها از سلاح‌های سخت و سلاح‌های نظامی خطرناک‌تره. و اگه ما هوشیار نباشیم همه چیمون از دست میدیم. آقا فرمود این جنگ برای همه ما، چه برای ما چه دشمن، مرگ و زندگیه. حالا حواسمون رو باید جمع بکنیم که ما باید الان چه نقشی رو بازی بکنیم. نفاق و اهلش رو یک کاری کنیم که ذلیل جامعه بشن نه عزیز جامعه بشن.